معنوی. چه جوری سوار روبان شدی؟ یعنی توی پشمک اگه اونجا بودی سوبر بودی من موزیک دستم میاد به خدا اینا فرشته خود بهشته. 300 400 تا ماهی تو 400 متر، 2 تا بزرگ، یه دونه سگ و چند تا مرغ، گوجم و خیارمو بکن. بیا بیرون دیگه. پسته با پیاز بگی، گل رول، مرغ تخم مرغ. این دور تا دورش انگار دنیاست، ما تو مرکز دنیاییم، همه چی تحت اختیار ماست، دادن به ما، اختیارشو دادن به ما، یعنی گفتن این هدیه ما به شما، این اختیار. بعد ما میتونستیم همه چی و رنگی و خوشگل کنیم، یعنی میتونستیم یعنی من اراده میکردم آسمونو میچرخوندم، اسب درست میکردم بالا سرم. پشمام ریخت. نه بذار اینو بگم. پسر من چقدر ثروتمندم، خیلی ثروتمندم. من اصلا یه دنیایی دارم خیلی. تو باید اصلا من اونور رو ببینی، یا من اینا وقتی میام اصلا ببین کل دنیا حال میکنه. بعد اون کشتی 200,000 میلیون تونی داشت با من بازی میکرد. ببین جای چشامون، ببین دریا اینجوری دست مینداخت. این کشتی بود مسافت 4 کیلومتر سطح. ببین اینجوری بود. بعد یهو اینجوری بود، من اینجوری برگشتم اینور نگاه کردم، بعدم اینجوری شد. بعد یهو اینور نگاه کردم، مسیر خوبی، آره چیزی لازم نه، اینجوری شد. خیلی خراب. بعد دوباره چرخید، دوباره اینجوری، باور کن میچرخید، به خدا میگم طبیعی بود. بعد من میگفتم بابا بذار اینو من پرت کنم، اینقدر بالا بودم میگفتم بذار بزنم مثلا برین، داشت میچرخید برام. خیلی یعنی 200,000 میلیون تونی من داشتم با انگشتم چیز. بعد یه جای کارم اینو با انگشتم نگه داشتم. راست میگه. ببین این من اینجوری گردش این لشینگ کل مثلا این لشینگ شده بود، داشت اینجوری میافتاد. الان همین باور کن یه جا اینجوری گرفته بودم، بعد یهو دیدم با یه انگشت اینجوری نگه داشتم. یه آدم 60 خودش هم گفت اصلا یه عجیب بود. اصلا باید اونجا رو میدیدی. اصلا اینو بریم ها. یه آمریکایی بازی می‌کنه. نه اصلا معنویش داره. بعد بذار من بگم یکم من چقدر قدرت انرژی تعادلی دارم. من پسر اولین بار داشت میفهمیدم. چرا؟ چون تو اون ارتفاع 200 میلیونی میومدم پایین، اینو نگاه میکردم کنترل سم. بابا یه تیکه روبانم چیه؟ به روبانم آویزون شد، دور اونجا رو چرخیدم. چجوری سوار روبان شدی تارکو؟ آره من میگم سوار روبان. گفتم بعد الان خیلی باحال بود. چقدر قدرت تعادلی دارم من نمیدونستم. یعنی من تو هر حال باشم میتونم جدی باشم. اینو بذار بگم تو هر حال باشم میتونم جدی باشم. یعنی میرفتم اینو نگاهم کنترل خوبی نیاز نداری دیگه، هم آها تمام جاش خوبه، دوباره میرفتم. بعد دوباره میمدم پایین، مثلا موتور نگاه میکردم، موتور اینجاست، آها تمام اینم خوبه، اگه اتفاقی افتاد پاور بانک اونجاست دوباره میومدم. مثلا میگفتم اگه پلیسی چیزی بیاد مثلا چیزی بگه، من چیزا رو مثلا به یه جا قایم کنم، تنظیم کردم. بعد میومدم میگفتم این اینجاست، رفته این یادت نره. همه چی من حواسم. مثلا اونجا فهمیدم که چقدر قدرت تعادلی دارم. یعنی اینو نمیدونستم، فکر میکردم یه پلشم برام کنم پشمک. بعد یه چیز جالب، هیچکی نمیتونست بیاد تو محدوده ما. یعنی ما خودمون یه لیوان گذاشته بودیم کنار پذیرایی کنیم، هیچ کس نتونست بیاد تو محدودمون، حتی وقتی خودمون خواستیم بگم بیا هست طرف نه چون جایگاه اونا نبود جایی که ما چون جایگاه اونا نبود، اونا نبود اون جایگاه. و چقدر من خوشحال بودم که این خیلی خوشحاله، خوبه، یعنی تو تریپ بد فاز نشده، چیز نشده، گریه نمیکنه و با اینی که زیاد زده اولین بارشه. چقدر خوشحال بودم که مسیح داره حال میکنه و من میگفتم من هیچی نمیخوام، من دیدم حال کردم. یک این حال کنه، یکم حال کنی ببین چجوریه. یعنی از اون لحاظ حواسم بود که اگه یه چیزی بشه سری با دلقک بازی اینو من بیارم، نذارم یه جایی بره.
ببین اینقدر تعادل قدرتی داشتم که میتونستم تو اون ثانیه ببینم این یه جایی میره، اگه میرفت سریع خودمو به خنده دارترین شکل میزدم که این حال کنه دیگه. ببین چقدر من اونجا قدرت خودمو فهمیدم. یعنی تو اون ارتفاع می اومدم پایین، اینو نگاه میکردم میدیدم مثلا یه جایی داره میره، این سریع یه انرژی خنده‌دار به وجود می آوردم و این میخندید، بعد از اون جدا میشد دیگه، میومد پیش من میگفتم آها خوبه، همین مسیر رو زیباتر طی می‌کرد. بعد میگفتم برو دیگه اینجا یکم آروم برو بیا، ولی حواسم بود که سرعتش زیاد نشه، نمیذاشتم تا خیر خیره بره، گفتم بد میشه براش، یهو بدفاز میشه، منم تنها هم نمیتونم کاری کنم. کنترل یعنی توی پشمک اگه اونجا بودی سوبر بودی، من اینو خودمو ول میکردم دیگه، تا خیره خیره من میرفتم حال میکردم، من با اون دخترم میرفتم حال میکردم. پسر 32 تا دختر این چسبیده بودن بابا، اون دختره دنیا باشه دون چیزی بودن، میدونه اصلا میرفتن یه زندگی میکردن داخل موچاش 32 تا این اون روز دیگه اسپیکر رو گرفتم دستم تو ساحل لارک دارم میرم، من یک آدم متعادل، یعنی آدم عادی، بعد بالا ما 19 میلیون ارتفاع سطح دریا دارم، اینجا دارم میرم، بعد دیدم 6 تا دختر همه سفید پوشیدن حلقه زدن تو ساحل، بعد گفتم بیا منم رفتم تو تریپ، ما خیلی بالا بودم، رفتم تو اینا که من رسیدم یک کله منو گرفت کره پایین، پس چیز دیگه اینجا ساحله، مثلا همه لباس راحتی پوشیدن، همه دامنکی، بعد پایین من موزیک دستم دختر پر دختر، 6 تا دختر، لیلا بود، زهره بود، آوا بود، این بود، نیلوفر بود، شیما بود، بعد من یهو نگاه کردم پایین چه خبره، ساحل دیگه، همه چی هست، اینا دارن فشار میدن، من موزیک دارم من میرم اینجوری، بذار بهت بدم اینجوری مثلا نگاه کن. اونا هم حال میکردن، های شده بودن با این من موزیکا دیگه، بعد یهو من بلند شدم گفتم وا خدا اینجا خود بهشته، بعد دوباره من گرفتم کردم پایین، ببین یهو بلند شدم دیدم یه سینی میوه اومد، من گفتم به خدا اینا فرشته خود بهشته، بعد قیافه اینا عوض شده بودا، شیما رو من مگه میتونم برم پایین رو نگاه کنم، نیلوفر رو مگه اصلا میشه پیدا کرد، اینا قیافه‌هاشو خیلی خوب بودن، زندگی میکنه، بعد دم یه سینی میوه اومد و همه خوشگل، 6 تا دختر خوشگل، بعد یهو گفتم برو دیگه سیکتی گم برو دیگه، انداختم تاس روشن میشه گفتیم نه برو بهش به همین حد. یادت مثلا میرفتیم شهری انعکاسی داشتیم میگفتیم محیط زیست، واقعا میشه ها پسر، اصلا همه چی میشه، فقط با یه چیزی بخوای، واقعا اگه فیلم بازی کنی با زندگیت، مثلا فیلم بازی کن، مثلا فیلم بساز، او تارکان اونجا نشسته با مثلا 6 تا دختر، اکو باند برو توش، ببین 30 ثانیه برو توش، ببین الان مسی الان میگه همش این با دختر، ببین 30 ثانیه برو توش میری واقعا میسازی اونو. مثلا من بچگی میگفتم چی میشد من موتور بندیده 1000 داشتم، این موتور اینا داشتم، واقعا من اومدم تو 20 سالگی از این موتورهای 1000 قاچاقی الاماراتی بندید 1000 گرفتم، اصلا باور نمی‌کردم من همون صحنه رو تو یک روز واقعی دیدم. من اصلا خواستم 3 سال پیش مثلا اون صحنه رو من ساخته بودم، همونجا اون رو دیدم من، بعد دیدم که الانم دارم میبینم که هر چیزی رو وقتی میسازی واقعا ساخته میشه، شده، زارت مهرش هم زدی، داری میبینیش میاد برات. آره یعنی هر شخصیتی داشته باشم مثلا برام مهم نیست، دوست دارم مثلا برم یه روزی حال بدم به آدما، خیلی دوست دارم، چون همین رو چشیدم، مثلا دوست دارم بده بهم خیلی بده ها، حال کنم،
حال بدم. مثلا یه روز اول تو خضر اومدم گفتم مثلا کیا اومد تو ذهنم گفت خضر هرچی بخوای بهت میده ها. یهو گفتم 1 2 3 چی میخوای؟ بهترینا رو بده، بهترینا رو بسازم برات. باور کن شیما اگه پیشم نبود من میگفتم دیوونه شدم. من پس از 300 400 تا ماهی تو 400 متر بالا پایین شدم، پرام ریخت پسر. اصلا بده واقعا میخوام خیلی حال بدم به یتیم ها، به آدمایی که واقعا هیچی ندارن. و خودم میخوام چیکار کنم؟ یه کلبه داشته باشم، ارتفاعات، سرسبز، از شهر دور باشم، مثلا اونجا یه چاه آب داشته باشم، 2 تا بزرگ، یه دونه سگ و چند تا مرغ، گوجم و خیارم رو بکنم، حال کنم باش، تخمم و شیرم و پنیرم رو بدوشم، چربه گلی ها، کلبه گلی، حال کنم. ببین اینو من ساختم ها، فیلمشو ساختم، داره میاد فیلمشو ساختم. ببین 6 ساله دارم با این زندگی میکنم من با همین فیلم. منم اونو میخوام حال کنم. دنیا 2 روز دیگه، زندگی کنیم، مثلا به فردا فکر نکنیم چی میشه. من از 3 روز پول ندارم، چی شد مثلا؟ چیزی شد؟ نه. بعد اینا هیچ ربطی به دین ایمون نداره ها. طرف رو میبینی نماز میخونه، اینجور چیزا رو حالیش نیست، ولی طرف میبینی تتو داره، عرق میخوره، گل میکشه، ولی دنیای مهربونی داره. نام 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 نام. کره خوری پرشه پانامرا سواری. یک بادوم هندی یکیه که نمکی یکی شده. پرشه پانامرا سواری، پسته، تارکان، بادوم، بعد پسته با تخم مرغ. یعنی تخم مرغ میخوام با پسته درست کنم. من تو غذا بازی نکنم. هم 1-2 بار گرفته تو اینجا برنج سوخته و نمیدونم. پسته بخور، قصه نخور، پسته بخور. ایدش بد. دیشب یه دونه آب نبات داشتم که یهو خیلی غافلگیرانه یه دونه بود ولی توش 2 تا بود. بیا بیرون دیگه. بیا بیرون دیگه تو این وضعیت. خب اون سربسته ها رو ول کن. نمیاد که کردم اومده نمیاد تهش. چند تا لازم داری تو؟ پسر ما اینقدر پیشرفت کردیم، پسته با پیاز داریم تخم مرغ می‌خوریم. یا خدا، خودت کمک کن. اگه این مثلا بگم تو یک شن و وضعیت ساعت مثلا 4 شب بود، 4 شب کره بازی که شروع میشه، باد میاد، نور نیست، آقا نیست، بفتو شنی اینجا داره باد میاد، بگی قابل مرا بگیر. کره بازی شب 4:30 خیلی حال میداد. ما مدل بدبختانه خیلی حال میکنیم. ما الان تو مدرن داریم حال میکنیم، ولی مدرن رو زیاد حال نمیکنیم. قضیه از اینه. من غلط کردید، من همینجا میمونم، نمیخوام هیچ. تمام شد، من همینجا میمونم. گل رول نه ببین 20 تا مرغ، گل رول مرغ، تخم مرغ، هفته یه بار مرغ، تخم مرغ، گل، تخم مرغ، گل، اونم آبپزا، یعنی روغن. اصلا هیچی نیاز نداریم. گل هم اگه باشه، تخم مرغ و مرغ هم باشه، تمام میکنم. بس زندگی یعنی همین، هیچی نمیخوام.